بتونه توی مبلمان چیه، چه نوع پودریه، ترکیب چیا رو باید با هم دیگه قاطی کنیم که بتونه خیلی خوب داشته باشیم. سلام، به قسمت سوم از پلیلیست آموزش 0 تا 100 رنگکاری خوش اومدید. توی این قسمت سوم قرار بتونه رو بهتون یاد بدیم، بدونید که چجوری باید بتونه برای رنگ چوب فندقی، رنگ چوب پوششی و رنگ چوبی که قرار خودرنگ بشه درست کنیم. بریم که با هم توی این آموزش یاد بگیریم. لایک و سابسکرایب یادتون نره. اول میخوام بتونه رو بهتون معرفی کنم. ساخت بتونه چیه؟ ما یه پودر سفید رنگ داریم، بهش میگن مل، پودر مل که رنگ سفید داره. بیس بتونه‌مون از مل هست. یه دونه هم پودر تقریبا زرد رنگ داریم، زرد کم رنگ، که این سریشه، مل و سریش. سریش مثل خوشکن میمونه، مثل چسب میمونه برای مل. حالا یه سری پودرهای رنگی هم داریم که وقتی که به بتونه‌مون اضافه میکنیم رنگ بتونه رو از سفید به رنگ دیگه تغییر میدیم. وقتی که ما مثلا میگم این قطعه چوب رو قرار رنگ خودرنگ بزنیم، این جاهاشو ما باید همه رو بتونه بزنیم. این جاهایی که خالیه توی چوب و فضای خالی داره، یا مثلا اینجا این ترک‌ها یا اینجاها، اینا همه باید بتونه بشه. این یه رنگ بتونه داره. چوبی که میخوایم خودرنگ بزنیم، چوبی که میخوایم رنگ پوششی بزنیم، اینجا رو میبینید اینا همه باید کامل اول خالی بشه، بعد بتونه کاری بشه. اینو ما یه رنگ بتونه میزنیم و چوبی هم که قرار رنگ فندقی بشه، مثلا اینجا میبینید فضای خالی رو، اینا همه باید قبلش بتونه کاری بشه و محکم بشه، بعد شروع به کار بکنیم. سطح زیرمون هم باید کاملا صاف باشه. خب اینا رو بهتون معرفی کردم. حالا بریم که آموزش ساختش رو داشته باشیم. روی یه ظرف، روی یه سطح دیگه، حالا من یک کفی MDF انتخاب کردم، یه مقدار از مل رو میریزیم. به ازای این مقدار تقریبا یه قاشق مرباخوری هم شما سیریش اضافه میکنید به کارتون. سیریش مثل چسب میمونه برای بتونه. بگیرم من نزدیکم ببینیدش، این پودر سیریشه. رنگ فروشی ها اینا رو دارن، این وسیله ها رو. خب حالا یه مقدار سیریش هم بهش اضافه میکنیم، بعد با انگشتمون اینجوری یه همچین حالتی درست میکنیم، میبینیم، و ذره ذره بهش آب اضافه کنید. آبی هم که اضافه کردید سریع با ناخونتون یه مقدار انگشتتون هم بزنید، آبش رو اشباع کنید که آبش بیرون نریزه. اگه هم نزنید آبش میریزه بیرون. خب این از بیس بتونه ما. وقتی که آب رو ریختیم به وسیله لیسه، به اینا میگن لیسه های نقاشی که توی رنگ فروشی ها موجود، حالا انواع اقسام رنگ ها، سایز ها مختلف داره. با یه لیسه کامل هم میزنیم. خمیر چجوری درست میکنن خمیر نونوایی رو؟ این هم همونجور کامل هم میزنیم تا به یه بافت خمیری شکل برسیم. بتونه نباید خیلی سفت باشه و نباید هم خیلی شل باشه. اگه خیلی سفت باشه پر نمیکنه کامل، خیلی زود خوش میشه. اگه هم خیلی شل باشه نمیمونه روی کار. ببین به یه همچین حالتی میرسیم. این الان بتونه ما آماده شد. ببینید رنگش چه رنگیه؟ این زیر رنگ هم بعد از این که مثلا این کار ما میخوایم رنگ خودرنگ بزنیم، اگه ما الان اینو سفید بزنیم، زیر خودرنگش هم این جاهای خالی یا این فضاها، اینا همه از همون خودرنگ پر میشه. میدونید چی میگم؟ از همین رنگ سفید. اینو مثلا کجا باید استفاده کنیم؟ روی سطحی که میخوایم ما این کارو میخوایم براتون رنگ سفید پوششی بزنیم. سفید میخوایم بشه پوششی، یعنی دیگه تره چوب اینجا دیده نمیشه. خودرنگ یعنی وقتی که ما رنگش میکنیم رنگ طبیعی خود چوبو، حالا یه سری پرداختش میکنیم، یه خورده براقش میکنیم، و فندقی هم که خب میدونید همتون چی هست. این بیس اصلی بتونه ما بود. خب حالا من بتونه رو میام رو قطعه چوبی که میخوام رنگ پوششی سفید بزنم اجرا میکنم. چون بتونه هم سفیده، بتونه باید با رنگ نهایی ما هم رنگ باشه. میبینید اینجوری بتونه رو بزنید با لیسه، حالا به مرور زمان دستتون میاد
بعد جمعش کنید. دوباره هر جای دیگه ای که میبینی نیاز داره رو شما بتونش رو میندازید. به سطحی هم که مثل اینجا، من اینجا دارم کل سطحش رو الان از این بتونه هم میکشم، میبینید؟ به این کارم میگم ماستیف کردن. حالا چون سطحمون صافه و این قراره یه پرداخت بشه، جاهایی که نیاز داره رو میگیره، جاهایی هم که نیاز نداره رو مرحله بعدش ما با پرداختی که میکنیم با سنباده در میاریم. هرچی سریشتون رو شما بیشتر بزنید چسبندگیش بیشتر میشه و صاف کردن و پرداخت کردن و سنباده زدنش هم به همون نسبت سخت‌تر میشه. این میشه یه بتونه استاندارد. حالا بهش زمان میدیم برای اینکه کامل خشکه. این بتونه بود برای رنگ چوب پوششی. من برای رنگ چوب خود رنگم که بخوام ببینم چه بتونه‌ای باید درست بکنم، برای اینکه ببینیم قرار تموم شده این کار، خب میدونیم میخواد سفید بشه، بتونه ما هم سفیده. این کار رو خب من نمیدونم چیه که درسته، یه مقدار خیسش میکنم، رنگ نهایی خود چوبشو اینجا میتونم ببینم. میبینید این قرار خود رنگ بشه، یعنی قرار رنگ واقعی خود چوب باشه که حالا ما با مراحلی که انجام میدیم و در ادامه آموزش میبینید این کار رو به همین صورت در میاریم. الان آبش خشک بشه مثل این سطح میشه، میبینید خشک میشه. خب حالا من نگاهی که میکنم میبینم تقریبا تو مایه های فندقی این رنگ چوب، حالا گردویی یا فندقیه، پس ترجیح میدم به جای اینکه بتونه سفید بزنم که زیر خود رنگش این زیبایی رو از بین ببره و سفید بشه خیلی هم تو چشم بیاد، میایم اینجا با پودرهای رنگی که داریم، اینا پودرهای رنگیه، من اینجا اضافه میکنم ببینید. اینا پودرهای رنگیه، اینا هم توی رنگ فروشی ها موجوده. یه مقدار از بتونم رو بر میدارم، یه مقدار پودر بهش اضافه میکنم، اونقدر زیاد اضافه نمی کنم که خیلی هم بخواد سیر بشه. همون بتونه که مل و سریشو داشتیم همون استفاده میکنیم. رنگ بتونه خیس چیزیه که معیار شماست، چون خشک میشه دوباره رنگش عوض میشه، شما ولی باید با رنگ خیس تصمیم بگیرید. یه مقدار دیگه باید بهش اضافه کنم. حالا اگه خود رنگ ما مثلا چوب نراد بود باز میشد با همین بتونه زد، چون به زردی و سفیدی میزنه، ولی یه سری چوبا مثل این کار نه، نمیشه سفید زد. خب حالا من به این ترکیب رسیدم، درسته؟ مجددا میایم روی سطح چوبمون، این ترک‌ها رو اینجا میگیرید، اینا رو اول باید خالی کنید، چون اگه خالیشون نکنید دوباره بعد رنگ اینا میریزه. از همون بهتر که اولش اینا رو خالی بکنید. خب بتونم رو برمیداریم از روی لیسه به این صورت، دو تا دستو میذاریم پشتش، این حالت میکشه. یا الان من میزنم اینجا فضا خالی میمونه، دوباره برمیگردم روش، دوباره کاورش میکنم. این وسط همینجور. حالا هم شما میتونید ماستیف کنید کل کارتون، یعنی کل کارتون رو بتونه بکشید بعد پاک کنید. خب همین که هم میتونید نه، فقط همون جایی که اسم میکنید ترک داره در بیارید. اگه کل کارتون رو ماستیف بکنید یه مقدار هزینه و وقت و انرژی و زمان بیشتری میبره، ولی خب کارتون هم دیگه شیشه‌ای در میاد. شما کل سطح اون ترک‌ها و اون فضای خالی که اصلا با چشم دیده نمیشه رو هم پر میکنید، باز پرداخت میکنید، سنباده میزنید، خیلی سطح چوب صاف میشه، چون کلی منفذ داره که با چشم نمیشه کامل اینا رو ببینید. خب ببین وقتی من میذارم تمیزش میکنم، نمیذارم بمونه روی کار. اینم برای نتیجه‌گیری که قرار بود
خودرنگ بشه و توضیح دادم چرا خودرنگ شما فندقی قهوه‌ای استفاده کردیم. این قطعه چوبمون هم قرار رنگ فندقی بشه. برای فندقی من نیاز دارم یه مقدار قرمز هم توی این قهوه‌ای اضافه بکنم، پودر قرمز. یه مقدار پودر قرمز هم من اینجا اضافه میکنم، چون فندقی یه مقدار قرمز داره. خب انواع اقسام رنگ پودرها هست. حالا از همون بتونه رنگ قبلی که درست کردیم تقریبا قهوه‌ایه رو با قرمزه ترکیبش میکنیم. آره، چون روی رنگ فندقی ما هم رنگی هم میاد، تا یه حدود مثلا 70-80% شبیه رنگ خروجیتون باشه بتونه کافیه. اینکه 100% همون رنگی نشد نگران نباشید، به مرور زمان تمرین رو تکرار کنید اونو هم درست میکنید. خب فندق خام. خب حالا میایم باز همینو روی این فضای خالی که اینجا میبینید میکشیم اینجا همینجور، بعدش هم تمیز میکنیم. خب اینجا سوراخ‌هایی بود که حالا من میدیدم با چشم، اینو هم کامل ماستیفش میکنیم. این هم تقریبا همه جا شما بتونه که باید میزدیم و زدیم. بعد سطح کارمون رو تمیز میکنیم و اضافه بتونمون رو هم میگیریم. حالا ببینید الان در حال خوش شدنه. بتونه ای که ما بدون رنگ استفاده کردیم، ترکیب مل و سیریش بود. میبینید سطح سفید، چون قرار پوششی سفید بشه. اینجا هم که بتونه است، کاری که قرار بود خود رنگ بخوره، یه خورده آب بهش زدیم ببینیم نتیجه نهاییش چجوری میخواد بشه. یه رنگ تقریبا گردویی طوری، چون حالا تونالیت رنگیش هم زیاد بود استفاده کردیم، زدیم این داره خوش میشه. و اینا هم که فندقی بود، برای فندقی هم تو پودری که قهوه‌ای بود یه مقدار قرمز ریختیم. حالا تو این مرحله ما بهشون زمان میدیم، اجازه میدیم که کامل خشک بشه. تو جایی که رطوبتی ممکنه 2 ساعت 3 ساعت هم زمان ببره، جای مناطق خشک‌تر راحت‌تر باید زودتر خشک میشه. باید کامل سطح بتونه خشک بشه، مثل گچکاری ساختمون. کامل که خشک شد میریم برای مرحله بعد. یه دونه سماده میزنیم کارو، احتمالاً اون سماده دست میخواد چون ما بتونمون رو تمیز کردیم، از روی کار برداشتیمش. چیز بتونه زیادی نداریم که بخوایم ماشین کاری بکنیم. سماده لرزان هم میشه زد. مرحله بعدی دیگه چوب ما سطح زیر کارش کاملا آماده شده و ما دیگه میریم سراغ مرحله بعدی برای پاشیدن رنگ و درست کردن رنگ ها. مرسی که تا اینجا ویدیو همراه ما بودی. برای این ضبط کردن این ویدیو خیلی زحمت و تایم زیادی میذاریم. مرسی که حمایت میکنید. لایک و سابسکرایب یادتون نره.